هموطنان عزیز سلام و شبتان بخیر. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. بازم خوش آمدین به برنامه آشپزخانه ما. البته ای که چندمین برنامه میشه، فعلا خو یاد خودم هم رفت و اما قدر یادم است که میشه نوبت ازلم جان است و میخواد که برای ما شیرینی آماده بکنه. یکی چی است میخوایم از زبان خودش بشنویم. ازلم جان سلام. من به نوبه خود سلام خود تقدیم میکنم عزیزای دل. امیدوار هستم که خوب باشین. دیگه امروز من خواستم امشب البته خواستم که یک پنکیک آماده بکنیم، چون زیاد وقت شده بود که نخورده بودیم پنکیک، واقعا جور نکرده بودم. دیگه امشب گفتم باشه یک پنکیک هم آماده بسازیم و شما را هم با خود داشته باشیم. خب مواد لازم پنکیک چی است ازلم جان؟ کلشم تیار ماندی؟ بله، مواد لازم پنکیکم روغن است، شیر است، تخم مرغ است، بیکینگ پودر است، آرد است و همچنان شکر است که یار مخلوط میکنم. بعد از باز از مواد بسیار کم ازلم جان تصمیم داره که بخیر امشب بر ما پنکیک آماده بکنه. ای که چه گلا رو برام میده، چه قسمیه شور بیننده باشین دیگه شما بیننده باشین هموطنای عزیز. ازلم جان فکر میکنم که خودتان پنکیک زیاد خوش دارین. بله، من خودم بسیار زیاد خوش دارم. خب اول از تخم مرغ شروع میکنم. خب ازلم جان می حرف غین بسیار جالب و مقبول تلفظ میکنه. کمیال دمیجینیان تخم مرغ گفتن و من متوجه شدم. مثلا دروغ میگه، نزدیک قاف تلفظ میکنه، اما حرف غین در کل نزدیک قاف تلفظ میکنه. حالا مرغ ما خودم متوجه نشدیم. ما متوجه شدیم. مثلا دال سرت باید نخوره؟ نه خواهش میکنم. بوریش همه تو دیگه توکلی. خونه یگان تا کس زیاد شیرین خوش می داشته باشه، یگان تا کس بسیار کم شیرین دوست می داشته باشه. باز من کسیم دیگه پنکیک هم تو فول شیرین باشه. خب اگه فول شیرین دیگه باز پسان خوب چک میکنی شیرینیش اگه کم باشه؟ نه باز از شربت استفاده میکنم. این شربت نشان ندادم. این شربت خیلی نشان که از این شربت باز بسترش استفاده میکنیم. البته از کاو میشه استفاده کرده، از سلام میشه استفاده کرده. با شربت مخصوص پنکیک است این است که هم شیرین است و هم خوبش است. خب بسیار من در اوایل که جور میکردم باز از شربتش استفاده نمیکردم، خوش نداشتم. فقط از کاکائو استفاده میکردم، بس خلاص از نوتیلا. اما بعدم گفتم نه، وقتی که این امتحان کردم گفتم نه، از اون کده این مزه‌دار میشه. انشالله که به نظرم دوبار ازلم جان پنکیک پخته کردی، ما مستفید شدیم ازش، مزه‌دار بوده. انشالله که امشب در این برنامه مامتو مزه‌دار بیایه و رنگ و رخ مقبول از پیشکت نسوزه و ببینیم که نه انشالله که نمیسوزه دل جان. انشالله. حالا امشب کدام میمان دیگه هم نداریم، مثل که شب قبل مریم جانشان بود، میشد مثلا از وان نظر بگیریم. خیر ای بار از خودت تو کامرامین نظر میگیرم. صحیح. ما همیشه نظر خودم میتیم خاطر جمع باشه. خب بسیار. اینجا کمک هم ضرورت نداری دیگه؟ نه اینجا روغن مندازم. زیاد هموطنا میگه که مثلا ازلم جان تکلیف داره، رویا که تو هیچ همکاری نمیکنه، در حالی که اینجا موضوع نوبت است. نوبت شد بس کس در کس کمک نمیشه. کمک میشه به اندازه، نه که از دست پای بندازه. که حداقل تفکیک شد کی چی میکنه. هر روز در برنامه کردیم یک جای کار کنیم، خود آشپزی مشترک میشه. نوبتکا و مچم و برنامه نوبتکای زنیوری. بله دیگه باز تفکیک نمیشه. نه ولی جالبیت برنامه به نظر من کمرنگ میشه دیگه. از خاطر اگه همکاری هم بکنم کم نیاز باشه گل همکاری میکنم و همه ازلم جانم اگر در برنامه هم رای من همکاری بکنه یا که هیچ نمیکنه، مثلا شاید جای کار نمونه برش. حالا دوستان همیشه در برنامه همکاری کردیم، در برنامه که نوبتش بوده اگر در کدام برنامه دیدم که نکردیم یا مرغ باید برده گفتن یک برنامهش نبودیم راستش. دمو بریانی که پخته کرد نبودم سر نه یادت من هیچ بریانی نبود. یعنی گفتم همه طوره که من گلگلم رای همکاری میکنم خدا که تمام ترستی. بله خیر و عزیزا یگان تا کس اصل هم مندازه بینش، باز من اصل نمندازم. البته دوست نداریم باز بیخی شیرینی زیاد میشه. خب یعنی چی میگن خود مختار هستیم در قسمت اضافه کردن اصل. بعضی خوش داره بعضی خوش نداره.
امشب هموطنا در اوج خستگی و ماندگی و زلگی ما ازلم جان تصمیم این برنامه رو گرفتیم به خاطر که گفتیم به برنامه نمونیم و یک شب بین بتونیم منظم نشرات داشته باشیم چون یک دو سه شب وقفه فکر کنم آمد یک برنامه ما بسیار هموطنا کامنت داده بودن که چرا اینقدر دیر کجا بودین دیگه از اون خاطرم و اینال هموطنا مطمئن هستم میگن که چرا لباسای شما در چند برنامه یک لباس است که یک جور لباس شما پیش از اینکه بگوین من خودم میگه به زبان میارم که چی میگم خالیگاه باشه پیش از پیش به خاطر از اینکه دوستان ما 3 برنامه را این امروز از ساعت نمیفهم چند بجه بود تا فعلا زحمت کشیده رفتیم و براتون ثبت کردیم گرفتیم دیگه نمیشد که بر 3 برنامه بریم لباس چنج کنیم باز بیایم باز بریم و ازلم جانشان خب بخی یک برنامه دیگه هم داشتن که 4 برنامه شد خستگی و زلگیش داره هر قدر که راحت هم باشی هر قدر یک برنامه را بسیار دست کم هم بگیری مثلا بگویی که برو آسان هستی میشه راحت تمام میشه دیگه سختی هایش داره جنجالک هایش داره خستگی و زلگی هایش داره ازلم جان با وجود همون خستگی و زلگیش بازم خواستم بر شما برنامه بگیریم کامرامین ما 2 ساعت فاجعه کشید مثلا اگه شما خسته شدیم ما بخی خسته شدیم دیگه یک برنامه واقعا او زیاد کار کرد امروز زیاد ادیت داشت و برنامه را ثبت کرد تو که طرفداری نکنی کی طرفداری کنه خیلی نه چون الله نمیفهم من طرفداری نمیکنم چیزی که حق است میگم خب صحیح لیبن من چیز گفتن هم میتونم اگر نه شاید از خوردن پنکیک امشب محروم شوم من میفهمم میخوش میکنم خمیرش زیاد نه سخت میکنی یا نه برابر نه زیاد سخت باشه و نه زیاد تو اوگین باشه خب برابر باشه ازلم جان دیگه در کار مصروف است نما تو کسایش رفت پشت کارش سارا توی ادامه بده دیگه من امروز مصروف کار هستم توی ادامه بده به دستت کار میکنی و که زبانت کتر دوش داشت نداریم هموطنا اگه نه کیک آماده میکردیم و انواع و اقسام شیرینی های دیگر آماده میکردیم و از همه مهمتر که ازلم جان بقلاوه رو بسیار دوست داره حتما در یک برنامه بقلاوه تیار میکردیم خب بر فعلا نمو شیرینی هایی که خارج از داش میشه تیارش کنیم و امکانش میباشه براتون حتما انشالله آماده میکنیم بله انشالله بخیر باز بستنی فرصت یک داشت هم میگیریم و شیرینی و بعض چیزای دیگه که مثلا میخوایم پخته بکنیم و شما عزیزا خواستین و بوده کامنت هم گفتین چند بار باز انشالله دیگه واره باز پخته میکنیم براتون چون فعلا بعض لوازم ها رو نداریم نمیتونیم واره پخته بکنیم کدام چیز کار داری؟ نه منتظر چیز هستم خب ازلم جان امروز منتظر لوازمایش است که به خیر برسه و در بین دمو از همه که دلش برامو شیرینی که در بین لوازم ها هستم تو منجی بصبرانه منتظرم منتظر دیگه چیزام نه امیدوار هستم که ما تو که ازلم جان منتظر است همون رقم مزدارم باشه البته خدا کنه چند روز هم شده که ناورده خدا کنه خراب نشده باشه اما تو بسته‌کدگی مانده بودیم چند روز دیگه یک دونه قاشق برام میگیری جان حتما خمیر شما داشت دیوز هیل چای و یگان چیزای دیگه هیچ چیزی نیاز نیست؟ هیچ به خاطر که مطمئنا پیش بیننده سوال خلق میشه به اون خاطر پرسان میکنم که ازلم جانم خدا که تمام تو جوابش بدی نه دیگه چیز ضرورت نیست فقط گاز خودت خیلی روشن بکن من از اینجا یک دونه قاب میگیرم
خب جانو طرف رو خیلی مشکل نیست اینجا میمونه. اینجا نکه ماف پر شده خب خیلی. این خمیر ما آماده شد مکمل. خب روغن دونن اندازی؟ نه شازی بسیار کم این طرف زیاد مندینی این باید کم داغ شود. خب بله ببینیم که حسنم جان واقعا چگونه دوام میده. باز نمیسوزه حسنم جان؟ نه آتش متوسط میبونیم پخش. خب و دیگه تاوه ما هم دیگه ناسوز است. البته کمک چی شده به فکرم کتیسیم که وقت ششته میشه خدا چی کرده خرابک شده. اما خدا کنه که یک ریسک خلاصه به گردن گرفتیم. یک ریسک به گردن گرفتیم. انشالله که خراب نمیشه. خود به خدا دیگه. حسنم جان تا که خیلی پخته میشه بدون بغلاوه دیگه چه چیزا را در شیرینی خوش داری؟ خب روزن اول که بود من بغلاوه اصلا دوست نداشتم. یعنی بغلاوه به حد شیرین بود. من ایت نمیخوردم در افغانستان که بودم چه خصوصیات از دیگه نمیخوردم. اما از وقتی که پاکستان آمدیم اینجا پیدا نمیشستم. باز اما قسم شوقش در سرم زد که باید رقم میشم بغلاوه استفاده بکنم. و بدون بغلاوه من چی را دوست دارم؟ نمیشدم رفت الوای مغزی. خب الوای مغزی را بسیار زیاد دوست دارم که خاصی از افغانستان؟ خواستیم او را خواستیم اردیش یک جای خواستیم. دیگه بعض شیرینی های دیگه است مثل نامش یادم رفته فعلا دیگه. فعلا هم کلش نام شیرینی های دیگه یادم رفت فقط بغلاوه در زبانم مونده که همو زودتر فکر هوش طرف هم بغلاوه است که به حد منتظر هستم. چند روز شد که هر موتر که می از پیش خانه تیر میشه میگم نه این موتر میجه استاد میشه دفتر تا که موتر پیشتر آرنگ کرد در کوچه هم تو تصادف آرنگ کرد با خدا رسید. بریم خیلی تو تاجی پنکیک باش خیلی رفت و برگشت می داشته باشیم که دختر خیلی خوشحال است نرسیده. چه قبل استیام خیلی احساساتت کنترل مرسه که عجله کده رفت برگشت می داشته باشیم. دیدی؟ بسیار بدستم کار که فراموش نمیکنیم. فراموش هم نکنی میگه چیز از دستت نمیه. خیر باشه. چقدر هیجانی شدی مگم؟ خب چیزی که آدم منتظرش باشه باز دیگه. اوی چیگه کم سوخت پلاستیکی است خب خیر باشه. باش از اینجا یک چیز دیگه یک چیز دیگه به دیگه مشکوکی سوخت باش. من گرد دادد مردکه ایره خراب گفته بود نمیسوزه؟ نه گفته بود نمیسوزه. اوی هم پلاستیکی است. بیا خدا کنه که البته کمک رنگش گرفته. کمک رنگ خدا گرفت مجبوری رو طرف کنیم. خب خیر چطور؟ چی قسم سوخت؟ هیچ نموتو که دیدی در تخمپزی. خیر یا ما شهکارای بانو ازلم عزیز که گرفت و یک ما رو هم سوختاند. نه خود سوخت یکی این زیاد داغ آمده بود. پلاستیک است جنسش پلاستیک است. خود سوخت دیگه این هم زیاد داغ آمده بود. چی؟ من دقیق گرفتیم. ایسا وا ملامت اصلی خیلی کامرمایی نسته بود. خیر اگر نه این حال ملامت مطرح میگفتم. چرا؟ خود تو فکرت نبود نه؟ فکرت رفت طرف لوازمایت بخی این گپای ما چه مدبری چی گپ میزدیم تا که موتر آمده موبایل نشان داد که این آمده. خب بابام نشان داد مسیج آمده بود. من فکر کنم خیلی براستی آمده اما نه درو بیچاره از وقت شماره خود در روی اسکرینم برنامه مانده دیگه یک ثانیه آرام نیست. هر دقیقه مسیج می زنگ می باز بم یگان وقت مردمای احساساتی زنگ میزنه دیگه
که شما جواب نمیتین، شما مغرور هستین، شما ناق به خاطر بیننده شما را ماندین دیگه. جالب تموم میشه. یک خیلی قط کنم جون کار دارم. قط که دیگه. چرا؟ کار دارم. نه سوختانی دیگه چیز نگم برات. قط که بر خودت میگم. خوب عزیزا دیگه او مایتابه من که بود متاسفانه خراب شده بود. امی وقتی کورا کتسیمه که رویا جان شاهکار رویا جان بود که سرمند داخته که او ششته بودم روی سیمک بازو خود خراب کرده بود، یعنی هر چیز به خود میگرفت که امو بود که ایرام سوختان خود ایرام خراب کرد دیگه، او رام خراب شد او طرف کردیم دیگه. فعلا از این مایتابه استفاده کردم و وقفه کوتاه میگرفتیم به خاطر امی بود دیگه. رویا جانم رفت فاین فکر کنم که همسایه آمد دیگه، خودم تنها ماندم فعلا دیگه. نمیفهم چی بودم همون جانم که نیست دیگه بزنه تنهایی اون برنامه گفته نمیشه. این به نظر من که دیگه از کار نیست، از استفاده نیست، خراب شد بخی. اگه میری خیشی کنیم چی؟ مرا اجازه نمیده دیگه در این سر راه استاد است که من برم قیچی رو بیارم، مجبور است. وطندارای گل بازم خوش آمدین. شاید شما هم تعجب کنین که تخم‌پزی یا مکرایی ما چرا تغییر کرد، به دلیل اینکه او خطک داشت و نمیشدم پنکیک دیسی نمی اومد دیگه. ازنم جانم حوصله‌اش گرفت و او خاطر رو را تغییر دادیم. جالبتری که ما دیگه نداشتیم و همسایه ما زنده باشه که همیشه به درد ما میخوره، خدا خیرشان بده که اگر در خانه چیز نمی داشته باشیم ما از اونا میخوایم، اونا از ما میخواین. راستی هم که از 100 قوم خیش کردم یک همسایه که میگه پیش خداوند امتی یک همسایه خوب نصیب ما کرده دیگه. ادامه برنامه را با امو کرایی یا تخم‌پزی همسایه پیش میبریم بخیر ببینیم که چی میشه و پنکیک که ازلم جان تصمیم داره چه قسم میشه تا آخر. توکل به خدا ببینیم چی. تا فعلا خود دو گل به دو سخو، یکی خو کمو کفگیره که سوختن، یکی که سوختن دیگه سایکوتو. بله ها. ای که بود این خراب بود بیخیات اومده ایرم کوشش کردم که استفاده کنم بازم ببین خدا چی کرد. پلاستیک سوختن یعنی بدلش بر ما داده کافی شده دو ناجوان دیگه. یکی خود تخم‌پزی ما او شاهکار رویا جان بود که داود تخم پخته کرده بود، بهش گفته بودم که از پنکیک است. داود تخم پخته کرده گرفته بازور کت سیمک ششته آلو دخترم میده یک نفس چیزای نفسه که کت پنکیک سیمک میشه بگیریش که نگیرید. والا این راست میگم. اگه یک خط شتوان از ما شده مثلا ما و یک کارو شده از پیش مشتبان دیگه خودش خودش کرده و سر ما مندازه. دوستا دروغ میگه. خیر است ما شاید دارم که ببینین چی قواری کشیده، چی قواری کشیده. بسیار قواری مقبول داره. بسیار قواری مقبول داره. انشالله که مزه‌شان مقبول باشه و نسوزه دیگه تا می آخر نظر نشی البته، چون فکر میکنم از اول نظر شدی. نظر کردن دوستا مرین، می نظر کردن. کسی که نظرش کرده الهی من میگم نقطه نقطه. من خو نظر نکردم. خو خیر. جان جور باشه مشکل. جان تو جور باشه خور جان بسازان هر چی میکنی میده کو از خودت صدقه سرت فدای سرت. نگمش که با ضرر میکنم دیگه. اگه خودم میده کنم مجبور باز برم دیگه بخرم، خو ضرر خودم میشه نه. اگه خانه مثلا از کس دیگه میبود باز میگفتی صدقه سرم نه؟ نه ده او وقتم نمیفتم دیگه. دان ما گپ نگی خوره. ما آی اولی تقبل داریم. نه او توت او رو میکشه مسیر کامرامن. مریم جان خودش اگه نمی باشم در برنامه نمی گپایش هست و یادکایش ماندگی است. برنامه رو میبینه انشالله که خوب باشه. ای تا آخر اما تامی سلسله رو دیگه پیش میبری؟ بله تا آخر دیگه متواتر همه قسم پخته کرده میریم تا که تیار شود دوستا دیگه. ما باشی میبریم؟ دلت خانه خودت از دلت میباشی، دلت میری همشه قند مهربان. خب نمی باشیم گمش که خیر سال تنها نمونی داشت بس خانه. خب سعید چقدر مهربان هستی، چقدر کلان است، چقدر بزرگ داری خوب. دل ما کسایی که مرا میشناسن میفهمن که چقدر دلم کلان است. دریا سعید مشکل نیست. ازم جان بیا همین امشب یک زمزمه بکن. الو خوراک من از زمزمه نگم، زمزمه یاد ندارم. هیچ کس نیستم، من و خودت هستیم.
بخاطر کو شرم نه خواهش میکنم شرم بخیر میبرید اون تاقشگک بالا. امشب فرض کنه که در آشپزخانه خودش هم تو تک تنها سمرای نمی دیگ کاسه و چیزای پخته میکنه. یگان دفعه مثلا بسیار که احساساتی میشی، یگان آهنگار مخشونیدیم یگان زنگه که میری یگان آهنگکار زیر زبانی خواندن نگرفته باشیم. ما میخوایم که امشب این برنامه یک زمزمه بکنیم. والا ما ایت زمزمه رو یاد ندارم رویا جان اصلا. برعکس راست ای کاش من صدای ثبت میکردم، ای کاش او صحنه یادم می بود، موبایل پیش می بود، من صداگاه که ثبت میکردم اینا ثبوت بر بیننده نشان میدادم که استعداد زمزمه رو داری. استعداد زمزمه ای ندارم، یعنی نمیتونم اصلا چیز زمزمه کردم بخصوص آهنگ باشه نمیتونم. خوش ندارم. یادم ندارم. خوش نداری یا نمیتونی؟ نمیتونم یادم ندارم. خاصه ایست بخاطر که موضوع خوش گوش جداست. میکنم، از گوش کردنش لذت میبرم، اما اونطوری که بخوایم خودم بخوانم نمیتونم راستش. واقعا نمیتونم. و دیگه دعوتخوانی دیگه آمد جانم او هم نمره داره، او هم میخوانه. یکا وقت آهنگای ساربانه که مچه ماموچ کدام آهنگش بود؟ ای ساربان. نه همیشه بهار که زیاد میخوانه که باز زیاد خوشش آمده بود. یادم نمونده. بگو. نه ای ساربان نبود. مقصد کلیکی میبینی کلگی در کومنت هم گفته بود که کامرامینتان خامد است، فقط ما رو لوده فکر کردین ما نمیفهمیم. یک ساده مردم با خود چی خب ما گفتم بیاد آمده است دیگه. کس دیگه خانه ایست خب معلوم دار که زن بین خانه می باشه کامرامینم. خب هر صورتش خودت بخوان رویا جون. من خوب بلد نیستم. چه خوب تایید میکنن این طرف متوجه نیستی؟ اینما تو ما بخونم؟ یک تا آهنگ زمزمه. امشب استرس هم داری، یک تا آهنگ همونتر جانانه زمزمه کن. باش که یک آهنگ میال یادم آمد ولی شعرش زیادتر یادم نیست. خب خیر؟ نه خیر مشکل نیست، گدوت که در بینش بس. نه در جانم لط میزنم. خیر دو دفعه میخوانمش. آفرین تو میتونی. آهنگ از خانم پرستو یادم اومد فعلا. آفرین. امو رو میخوانم. سیست بخوان. خدر صدای جالب نیست. دیگه ناز که در رئیس دوستان دیگه ناز میکنم. من اگه نازم میکنم خب باز خب میخوانم. یگان تا ورخونه نیستم که نازم میکنم و هیچ نمیخوانه. هیچ از من درک گفتم یاد ندارم. وقتی یاد نداشته باشی چی رو بخوانی سر بخوان. نه گدوت چاشه دکومنتم باز دوستا بلگانه مرا صدای تو رسایی که شعر گدوت خواندی تو شد بهتره که نخوانم. خب خیر باشم. نکو مرزی تاثیر میبره سعی کن. نخواهش میکنم بخوان. کدام شار است که بی دروازه مانده، کدام شار است که بی دروازه مانده، کدام یار است که بی یار زنده مانده. من خود جان دادم در عشق دلبر، من خود جان دادم در عشق دلبر، که نام من بشار آواز مانده، که نام من بشار آواز مانده. میشه نیدم خدا صدایت بسیار خوبش است دیگه. از پشت کامرای توری که درست که مچ می اختار بود یا این خوبش بود؟ نه من ساربان خواندن نمیدانم. ببرسیم باور که من شعر زوری چی یاد ندارم. ساربان خود زیاد خوش دار نه از خاطر ساربان میگن. نه یا آهنگت هم خوبش بود و واقعا لذت بردیم گفته یکم تا صدای واقعا مقبول است رویا. تو باید ستاره افغان میرفتی که متاسفانه ستاره افغان بسته شد. یک ستاره افغان رو من میرفتم خلاص دیگه اینا رو کل لگی بسته شد. نه حالا میگن تو مچم استاد بودی، تو مچم دکتر بودی، تو مچم سینماگر بودی، تو کلش یک مسلک دیگر هم آرست. یگان زمزمه من که مانده بودم در مو اکانت تیک تاک هم میگفتن که تو نه بخیر یک آوازخوانیت کم بود آوازخوانم شدی، در حال که هیچ ربط نداره. خب هر کسه شاقی میخوانه، هر کس با خودش زمزمه میکنه. اگر یک 4 نفر خوش نکنه 1-2 نفر صدایش خوش میکنه. مهمتر از اول خودش لذت میبره، خودش خوش میکنه دیگه. مردم از سند رقم قضاوت میکنن. خب خیر کوشش میکنیم که به خود زندگی بکنیم نه به مردم. بله
جانت جور باشه. و چی میگن چی بهتر امو که امو وقتی گپ میزنی دیگه واقعا امو حقیقت داشته باشم 5 پنجه ده چراغ باشه. آفرین 5 پنجه ده چراغ یگان کامنت ها اینقدر بر من جالب تمام میشه که میگن این رویا هیچ کار یاد نداره، این رویا از هیچ کار خدا نیست. باز میگه 5 پنجه ده چراغ است. نه در حالی که پیش رویا تو هیچ کار نیست که او نشد باشه، هم از کارهای مردانه هم از کارهای زنانه. من حاضر هستم میره چالش بودم. اینه دیگه دوستای بعد رقم خدا چیز کرد. میگه بعد رقم خدا چیز یعنی بعد رقم خدا را داده. چرا میخندی؟ نه خوب گفتم. نه بسیار گفت خوب گفت. دست به خنده آوردمش دیدی؟ خدا تو میتونی ازلم جار کرده، تو هیچ ما چیز گفتن رو میتونم. من زیاد میتونم واقعا. خب خیر باشه. خلاص نشد؟ خوب همه قسم دیگه متواتر کلش پخته میشه. خب هنوز مانده یک چندتای دیگه. خیره خب ایسته خیر. گوش نشدین؟ خب رقم رو فهمیدم. خب تا که دوستا تمامی خلاص میشه کلش پخته میکنیم، یک رفت و برگشت میداشته باشیم با ما باشیم و تمام. این آخریش هم دیگه این آخریش چرا تفاوت داره با اونا؟ یک نفر است. خب که از من کردم پنکیک زیاد اما خوش دارم. گفتی مریم جان گفت در زمانهای سابق که بود، زمانهای سابق خامنه خونه می دورکا گفت که برنج دغوری ها میکشیدن، باز در دانش گوشت زیاد میکرد، باز میگفت گل آقا اینیش تو طرف خود کش کو حال تو اما تو حاضر هم تو چه میگن برحال آشکار بر گل آقای خود کلانتر شه جور کرده. آفرین دیگه پنکیک های ما آماده شد کم کم. شکر خسته نباشی. زنده باشین نازنین جان. میری ممنون. و به همین ترتیب هیچی نمیشه. خب بله از قوارش که مزدار معلوم میشه دیگه انشالله که بدون شک ارزش هم قدر زامت هم داره. خب دوستا این هم بود پنکیک ما. خب متاسفانه که میوه یادم ما رفته بود، میوه تمام شده بود دیگه. حالا ناوقت شب است که مثلا نام جان روان کنم به بازار که برم میوه بیاره دیگه. این هم بود از پنکیک ما و حالا میریم ایره رویا جان میچشه که ببینه چه قسم آمده. صحیح است؟ نیکی و پرسش. خب خودت خیلی ایره امرا یک قاشق پنجه گرفته برو تا که من دیگهش هم آماده بکنم. صحیح است؟ سرخون کار میکنم. صحیح است دیگه. چه فرق میکنه؟ خب دلت که اینجا میخوری دلت که اونجا میخوری؟ آل من هم میفهم خوب اولم خیلی جور کو بیاردیم یک جا میریم. خاصیست خیلی صبر باش منتظر باش. تنهایی دیگه مزه نمیتن. خب باشه اول به نخرت جور کنم. خیمه برد یک دو دانه پنجه دیگه آماده بسازم. از خود شما آماده شد، از کامرا ماین عزیزم آماده شد و خب شیرینیش به فکر من همینقدر کافی است. بریم و ببینیم که ازلم ما چی کار کرده. خب اونجا خیلی خودت بشین، اینجا من میشینم که ببینیم چطور است. حالا خودم میخورم. یک رقم معلوم میشه مثلا خودش آشپزی کرده، خودش دست میکنه و بر بیننده در مورد مزهش میگه. نه تو بگو. مثل مریم جان کو مریم و مامت یک کار کرد چی میگه واه واه مزه ایل جدا فهمیده میشه، مزه نمیفهمم کل مسائلش نام گرفت دیگه کلش مزهش فهمیده میشه. خب ما خو خیر اینال تو بگو چطور آمده. خب تو خو وقت نوش جان تدی اینالو بگو برای بیننده. خیره دیگه. نه تو بگو باز نمیگم.
یک چای امینال عاجل یک بانیم دم کنیم. وی چایش یاد ما رفته بود. وی خور جان تا که ما بگویم یادت بیایم. چای کی از خودت است؟ یعنی ما اونقدر چای نمیخوریم، چای خود خانه مایی است. راست میگم. نگه خیر از چای هم میمونیم. واقعا دوستان مزه‌دار اومده، شیرینیشون. حالا یک دیگه دوستان نگویه که پنکیک از طرف شب خورده نمیشه، از طرف صبح خورده میشه. که میفهمیم که از طرف صبح خورده میشه. خب ما و رویا جان که هستیم به ما فرق نمیکنه شب و روز. هر وقت دل ما درد چی رفت ما رو پخته میکنیم و میخوریم. و این هم یک نوع شیرینی است، هم فرق نمیکنه مثلا تو صبح میخوری یا شب میخوری یا چاش میخوری. خب دل شیرینی شد دیگه چیز که نبود، فقط امیر بخی جور کو که یک گلاس چای سبز دار دیگه نوش جان که چای سبز ما امشب درک نداره. خیر رو سر رویا جان پسند جور میکنیم. خیر بالاخره من علامت هر چیز میشم. عاجز مظلوم که باشین حالت از ما بدتر. کوشش کنید شما عاجز مظلوم نباشین. وی از او یک دانش کلانتر است. 4 دانه ای موندی، از او یک دانش کلانتر. اون سک میگه خیره برو خور جان. خیر جان مثلا میخوای سیالی رو اونجا بانی بود گردن بسته میشه. چرا؟ با خاطر که او یک دانش کلان است، مثلا برابر به 2 دانه است. خب هموطنای عزیز، این بود برنامه امشب ما. انشالله که پنکیک که استم جان آماده کرد بسیار اما تو ساده و بیالایش خوشتان آمده باشه و شما یک بار تست بکنین، در خانه آماده بکنین، حتما خوششان میآید و از مزهشون لذت میبرین. یکی شما باز میتونستین میوه در دسترستون بود از کیله یا هم از توت زمینی یا هر میوه تازه دیگر خوششین در لابلایش میتونین استفاده بکنین و مطمئنا که مزه‌دارتر و خوبتر میاد، هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ ذائقه‌اش. من پیشنهاد میکنم اول سادهش امتحان کنید چون واقعا مزه‌دار آمده. دستکای درد نکنه آزلم جان گل، بسیار زیاد تشکر. امشب بازم به زحمت شدید دیگه. ولی ارزش داشت، واقعا مزه‌دار آمده. زنده باشی. خب عزیزا این هم بود برنامه شما. خدا کنه لذت برده باشین. منتظر کامنت های خوب نیکتون در کامنت هستیم. دیگه شما رو بلای پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار همتون باشه. خدا نگهدار.